به نام خداوند بخشنده مهربان. این جانب داوود کاویانی درشوری، متولد 31 تیر ماه 1374 مصادف با 22/7/1995 میلادی. همانطور که پیامبران پیشین ما فرمودند که قسم به غیر از نام الله شرک بوده و هیچ مخلوقی و هیچ انسانی حق نداره که به غیر از نام مبارک الله قسم بخوره. امروز آخرین روز سال، آخرین روز و آخرین چهارشنبه اسفند ماه 1403 این جانب داوود کاویانی درشوری به درگاه خداوند متعال به نام مبارک الله قسم و سوگند یاد می کنم که نائب امام زمان هستم و مأموریت من جلوگیری از جنگ جهانی سوم و ایجاد امنیت برای تولد ایشان است. برادران، خواهران، پدران و مادران عزیز، اکنون روز قیام است. قیام علیه حق علیه باطل. اکنون آن روزی است که همه ما منتظر آن بودیم. اکنون بلند شید و یکباره آتش روشن کنید و گرداگرد آتش برقصید و سما کنید و چنان ضربی بر دف و نوایی در نی بنوازید که تن ضحاک بلرزد. اکنون روز قیام است.